به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت باره. بینندگان گرامی، شما در برنامه گنج رمضان قرار دارید. این سلسله برنامه های ما در ماه شریف رمضان به شما پیشکش می شود که همه در مورد گنج بی‌بها، گنج الهی که برای ما و شما الله سبحانه و تعالی در این ماه شریف رمضان به ارمغان داده است، در اطراف این صحبت میکنیم. اصحاب کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین پیش از اینکه ماه شریف رمضان داخل گردد 6 ماه قبل دعا میکردند که پروردگارا ما را به ماه شریف رمضان برسان، و بعد از اینکه ماه شریف رمضان سپری میشد 6 ماه دیگر دعا میکردند که الله متعال از ما این ماه مبارک را قبول گرداند. با داخل شدن ماه شریف رمضان آنها آمادگی می دیدند و هنگامی که یک روز قبل از ماه رمضان می بود به تپه ها می برآمدند و ماه رمضان را انتظاری می کشیدند. به یک شوق و رغبت زیاد این ماه را انتظار می شدند. عمر رضی الله تعالی عنه مسجدها را روشن می کرد و قاریا را با هم جمع می کرد تا اینکه تلاوت قرآن میکنند. و هنگامی که علی کرم الله وجهه دید مسجدها را به این روشنی و با قاریهای قرآن که همه داشتند تلاوت قرآن میکردند، دعا کرد و گفت الله متعال قبر تو را ای ابن الخطاب روشن بگرداند، زیرا که مسجدها را با قرآن روشن گردانیده ای. و این ماه شعبان ماهی است که در آن قاریهای قرآن آمادگی و ختمی ماه شریف رمضان میگیرند. از این لحاظ این ماه را ماه قاریها میگویند. و یکی از صالحین هنگامی که ماه شعبان داخل میگشت دکان خود را میبست و تنها با تلاوت قرآن این ماه را سپری میکرد. میگفت خوشا به حال کسی که این ماه را غنیمت داند و خود را پیش از اینکه ماه رمضان داخل گردد اصلاح نماید. از این لحاظ باید نیتی راستین و قوی با خود باید داشته باشیم که اگر خدای ناخواسته ما با ماه شریف رمضان هم نرسیم و عمر کوتاهی کند، الله متعال ما را از جمله کسانی بنویسد که در ماه شریف رمضان روزه گرفتند. از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کسی به یک عمل خیر نیت کند و آن را انجام هم ندهد، الله متعال ثواب آن را در میزان حسنات این بنده می نویسد. از این لحاظ نیت راستین و قوی باید داشته باشیم، چون این یک سفره الهی است. این ماه شریف رمضان یک ارمغان الهی است، یک گنج است که آن را باید استفاده برد. ابن الجوزی رحمت الله علیه در بستان الواعظین میگوید که ماه رمضان به مانند فرستاده یک پادشاه است. وقتی که یک پادشاه فرستاده خود را به یک قوم روان میکند و اگر اون قوم این فرستاده را به خوبی پیشواز بگیرند و به او نکوکاری کنند و او را مهمانداری کنند، هنگامی که این مهمان به پیش پادشاه برمیگردد این قوم را تعریف و توصیف خواهد کرد و اگر آن را مهمان نوازی نکنند و با اون رفتار خوب نکنند، اون حتما در پیش پادشاه از اینها نمی ستاید. از این لحاظ این ماه شریف رمضان همچون یک فرستاده الهی است، مهمان الهی است که این عملهای ما و شما را به پیش پروردگار میبرد. و اگر ما از این ماه شریف رمضان استفاده نکنیم و از گنج این ماه بهره‌مند نگردیم، الله متعال بر ما و شما غضب میکند. از این لحاظ باید یک توبه راستین داشته باشیم. پیش از اینکه ماه شریف رمضان داخل گردد یک توبه قوی و راستینی باید با خود عهد و پیمان میکنیم که
همه ای کارهای زشت و بدی که داشتیم آن را ترک بکنیم، زیرا که انسان وقتی که در ماه شریف رمضان به طاعت و عبادت مشغول می گردد و از گناه هایی که کرده بود توبه نکرده باشد، الله متعال آن را موفق نمی گرداند به عمل های خیر، به خواندن قرآن و قیام اللیل و صدقات آن موفق نمی گردد و اگر موفق هم گردد لذت آن را احساس نمی کند، شیرینی آن عبادت ها را احساس نمی کند. از این لحاظ باید یک توبه راستین با خود داشته باشیم، چون که این گناه ها سبب آن می گردد که از عمل های خیر محروم می گردی. چنانه که صالحین می گفتند یک گناه سبب شد که 1 سال از قیام اللیل محروم گشتم. فضیل رحمت الله علیه می گوید که اگر انسان از قیام اللیل محروم گردد و روزه های نفلی گرفته نتواند، این به سبب همان گناه های است که می کند و همین گناه ها است که انسان را می بندد تا اینکه به عمل خیر و عمل صالح موفق نگردد. این ماه رمضان گنج بی‌بها، این روزهای شمرده شده است، ایام معدودات، روزهای شمرده شده است که زود می گذرد ولی ثواب آن باقی می ماند و الله متعال از ما و شما این ماه شریف رمضان را قبول گرداند.